داستان کیومرث و پسرش. داستان کیومرث در شاهنامه سرشار از مفاهیم اسطوره‌ای و نمادین است. او نخستین پادشاه و نماد آغاز تمدن است. پس از اینکه کیومرث مردمان را به سوی زندگی اجتماعی و شکار هدایت کرد، داستان به ماجرای پسرش سیامک میرسد. سیامک فرزند کیومرث جوانی شجاع و پرغرور بود. دیوان که نماینده شرارت در شاهنامه هستند، از قدرت و جایگاه کیومرث و سیامک در میان انسانها به وحشت افتاده بودند. یکی از دیوان پلید تصمیم گرفت با سیامک روبرو شود. در نبردی که میان سیامک و دیو رخ داد، سیامک کشته شد. کیومرث با شنیدن خبر مرگ فرزندش غمگین شد و سوگواری کرد. اما این حادثه باعث شد او انگیزه بیشتری برای مقابله با نیروهای شر پیدا کند. او سپاهی از انسانها جمع آوری کرد و به فرماندهی نوه‌اش هوشنگ به نبرد با دیوان رفت. در نهایت این سپاه دیوان را شکست داد و انتقام سیامک را گرفت. دوست عزیزم، اگر شاهنامه را دوست داری، سابسکرایب کن، برای پارت‌های بعدی هم آماده باش.